در دوره سفر کاری پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف امروز حاکم ولایت سرخندریای جمهوری ازبکستان ارکین توردیماتوف به شهر ترسونزاده تشریف آورد. مهمان عالی قدر را در ترمینال دوستی شهر ترسونزاده نزد سرحد جمهوری تاجیکستان اجرا کننده وظیفه رئیس شهر ترسونزاده ولیزاده عبدالقادر ایسوف، سابقه‌داران مهنت، فعالان و هنرمندان شعبه فرهنگ با نان و نمک و رقص و بازی‌های دلنشین پیشواز گرفتند. زنده بادا دوستی ای تاجیک و ازبک من، ای قرنداشlar خودرسizne همیشه این وطن ملتم ازبک ولی یارو برادر تاجیکم برلشرمز خانده خورشیدی خاور تاجیکم تاجیک و ازبک ازلدن مهربان و قدردان آسمان دستده چون ماه وقتن تاجیکم. You are welcome, dear and respected friends, in our independent Tajikistan. We are glad to see you. Xudoga shukr, men prezidentimizga ming rahmat kelib tomon kelishi, men yo'llarni ochib qo'yishdi. Kattadan katta rahmat prezidentlarimizga. Mana xeshtavarga bordi, keldi, misol uzilmasin, hamma ishlarga omad deymiz. Hech ham qiynalmadi, oldingi qiynalishlar, ochratga turishlar yo'q. Ikkala prezidentlarga rahmat. Mana shunday yo'llarni ochganlari uchun yana bugun 8-marta hamma xotin-qizlarni, opalarni, onalarni hammasini bayram bilan tabriklaymiz. Hammalari sog' salomat bo'lsin. Mana shunday imkoniyatlar doim bo'lsin. Davlatlarimiz rivojlansin. مقصد از تشریف مهمانان جمهوری برادری ازبکستان به تاجیکستان وسعت بخشیدن دوستی و رفاقت بین خلق‌های تاجیک و ازبک میباشد که رسم و آیین و عنعنه‌های یکخیله دارند. گفتن به مورد است که خلق تاجیک و ازبک با پیوندی رسم و آیین‌های یکخیله خویش تاریخ ناگسستنی دارند. باید ذکر نمود که روزهای 9 و 10 مارس سال جاری نمایش محصولات‌های نیاز مردم و چاره‌بینی‌های فرهنگی جمهوری ازبکستان در تاجیکستان در نظر داشته شده است. از رفت چنین چاره‌بینی‌ها برمی‌آید که در آینده دوستی و برادری دو خلق بزرگ مستحکم و قوی‌تر خواهد شد.